آقا بریم واسه رکورد 20مین آیس امریکانو. واسه 20مین آیس امریکانو کامنت گذاشته بودن که بریم سراغ کافه امضا. ما هم رفت. کافه امضا نقش گویای یک قرار داره، یه کافه نقدی و بامزه با رنگ‌های آبی و قرمز. وایب کافهشون خیلی خوب بود، باریستا و مدیریت خیلی خوش انرژی داشتن و قهوه‌هاشون از روستری‌های معروفی تهیه میشه. چند تا لاین قهوه داشتن و چون قهوه 6040 عربیکاشون از روستری سام بود، من اون رو سفارش دادم. از این روستری 2 سالی بود که من قهوه تست نکرده بودم و به نظر من قهوه روستری سام جالب نبود و به شدت تلخ. مدیریت کافه نظرمو پرسید و من نظرمو انتقال دادم و با روی باز قهوه‌مو عوض کردن و یه قهوه از روستری سوبر 100% عربیکا برام سرو کردن. این آیس امریکانو به شدت خوشمزه بود. راستی قهوه 6040 185 تومن بود.